مساجد آدابی دارند که این آداب باید توسط امام مسجد به نمازگزاران آموزش داده بشود و نمازگزاران این آداب رو باید رعایت بکنند و زیر پا نگذارند، چرا که مسجد خانه الله متعال هست و خانه الله متعال جای خرید و فروش و جر و بحث نیست. خانه الله متعال مکانی برای عبادت و عبودیت الله متعال است، جای اذکار هست، جای نماز خواندن هست، قرآن خواندن هست و بندگی الله متعال هست. اینکه بیایم در مسجد یا معامله بکنیم یا باعث دعوا و مرافعه بشیم، اینکه مسجد جایگاه نیست. سعی بکنیم زمانی که وارد مسجد میشیم آدابش رو رعایت کرده باشیم، چرا که همونطور میگفتیم مساجد خانه های الله متعال هستند که جای عبادت و بندگی الله متعال هستند.